شرکت‌های موبیلی تاجیکستان ضمن یک پیام مشتریان را با روز بین‌المللی حقوق استعمال کنندگان شاد باش گفته خبر دادند که پولستانی حتمی هر ماه از میزاجان بیکار کرده می شود. این پولستانی بین کاربران چون داریای بیک صبور معروف بود. طبق اطلاعیه شرکت‌های موبیلی از 1 می سال 2020 ستاندن 80 درم که تا حال هر ماه از صاحب هر سیم کارت فعال ستانده میشد لغو میگردد. دلیل این قرار دستور خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفته شده است، اما سبب قطع پولستانی گفته نشده است. اول سال روان عبدالمجید مومنزاد سردار خدمات ضد انحصاری ضمن نشست مطبوعاتی گفت به همه شرکت‌های موبیلی اینچنین به خدمات علاقه مکتوب روان کردند تا که آنها مسئله ستاندن 80 درم را اساسناک نمایند. مسئولین خدمات ضد انحصاری تاکید داشتند که از جانب خدمات علاقه سند اساسناک کنی پیشنهاد گردیده است، اما با در نظر داشت مراجعت‌های زیاد از 1 می سال 2020 ستاندن 80 درم که تا حال هر ماه از صاحب هر سیم کارت فعال ستانده میشد لغو می شود. این در حالی است که هنوز سال 2015 شرکت‌های موبیلی تاجیکستان مشتریانشان را آگاه کرده بودند که من بعد هر ماه از سر هر سیم کارت فعال 80 درمی علاوگی ستانده می شود. آن زمان شرکت‌های موبیلی تاکید داشتند که در اساس فرمایش خدمات علاقه و خدمات ضد انحصاری از 1 ایول سال 2015 پرداخت مشتری پولی هر ماه برای استفاده رقمی 80 درم ستانده می شود. مشتری پولی یعنی ابوننتسکaya plata. آن زمان خدمات ضد انحصاری گفت روزها دبرا داده بود که بیک صبور از هر یک سیم کارت هر ماه 80 درمی دالی رویاند. اکنون این نهاد به خدمات علاقه مکتوب روان کرده است که تا که آنها مسئله ستاندن 80 درم را اساسناک نمایند. چرا مدت 5 سال خون خلق را بیک صبور مکید؟ خدمات ضد انحصار خاموش بود و نگفت که رویانیدن 80 درمی را اساسناک کند. اکنون بعد 5 سال عقل کارمندان خدمات ضد انحصار کار کرده است. مغز سرشان به کار در آمده است. شاید تگ کاسه واقعا نیم کاسه باشد. شاید گپ در سر آن است که مشمش های درباره پسر بیک صبور و دختر امامعلی رحمان واقعیت داشته باشند. شاید خدا شدی، وزیر شدی، جزا شدی، جزیر شدی واقعیت داشته باشد و مسی خداگی بیک صبور با امامعلی رحمان به آخر رسیده است. این بیک صبور، همین بیک ظهور، بیک صبوری که خدمات علاقه را میچرخاند، با علاوه خداگیش با امامعلی رحمان مثل یک مسخره بازی درباری است. مسخره باز. اگر از تاریخ یادآور شویم، در زمانهای قدیم مسخره بازی دربار از نفران مهم در دولت بود و نسخه نمادینه شاه محسوب می شد. با گذشت 100 ساله ها هیچ چیز تغییر نیافته است، حداقل در تاجیکستان ما. هرگاه نام رهبر خدمات علاقه بیک صبور برده شود، مردم در حال سخنانی عجیب و غریبش یاد دارید. همین فیسبوک صاحب دارد، فیسبوک باید انداز سپارد.
تیری دیدو به سیم تلفن زد. یادتون هست این سخنان بک صبور؟ کتاب های مرگ سودخور رو داخونده ماشین سویاز با بیزنس دارد. هر وقت این گوها رو به یاد ببیاریم خنده میگیرد. ولی مسئله ساده نیست. مسخره باز هم میدوند چی کار میکند. با وجود مسخره بازی بک صبور به پول خیلی حرسی سخت دارد. مثل قاری اشکانبه ماشین سویاز با پول دارد و کار با همین دولیه 80 درمی تمام نمی شود. یادتون باشد سال 2017 خدمات علاقه همه مشتریان شرکت های موبیل را مجبور کرد رقم های خود را از نو به قید گیرند. خدمت رسانی بیش از 2,300,000 سیم کارت ها که صاحبانشان دوباره از قید نگذاشتند قطع کرده شد و 6,100,000 مشتری فعال باقی ماندند. علاوه بر این که خدمات علاقه پیوسته از خدمت رسانی به 6,100,000 مشتری از هر کدامش ماهانه 80 درم با حساب 4,800,000 سومانی دولیه میگیرد. شرکت های موبیلی موظفند برای هر دقیقه زنگ بین المللی که گویا توسط مرکز واحدی کمونیکاسیونی میگذارند باید به خدمات علاقه انیقترش بک صبور 20 درم دولیه پرداخت کنند. طبق معلومات سال 2017 شهروندان کشور 100 میلیون دقیقه در ماه استفاده میکردند که حق بک از آن 20 میلیون سومانی یا 2 میلیون دلار است. علاوه بر این اینترنت از طرف شرکت ملی تاجیک تلکوم زیر ساختار خدمات علاقه مونوپولی شده است. با بهانه مرکز یگانه کمونیکاسیونی تاجیک تلکوم تامین اینترنت را مونوپولی کرده تامین کننده یگانه و مونوپولیست اینترنت به تاجیکستان شده است. شرکت های اینترنت رسان مجبورند اینترنت را از تاجیک تلکوم بک صبوری با نرخ 50,000 دلار برای 1 گیگابیت به نظر داشته انداز از ارزش اضافه شده خریداری کنند. قبل از مونوپولی شدن اینترنت شرکت های موبیلی همین مقدار اینترنت را از قرقیزستان، ازبکستان و چین یک لخت با نرخ از 10 تا 20,000 دلار خریداری میکردند. مقایسه کرده ایستادید؟ بنابر نبودن رقابت و مونوپولی شدن اینترنت رسانی از جانب خدمات علاقه انیقترش بک صبور صفت اینترنتی همه شرکت های اینترنت رسان یکسان بد شدند. ببخشید. چون انتخاب دیگری نداشتند مجبور شدند همین اینترنت را از بک صبور خریده به مشتریان تقسیم کنند. حالا وضع چنین است که اگر در سیستم تاجیک تلکوم صدمه رخ دهد تمام کشور میتواند به اینترنت ماند، چون که دیگر هیچ یک شرکتی اینترنت تامین کننده حق خریداری مستقلانه اینترنت از کشورهای خارجی را ندارند. تنها تاجیک تلکوم بک صبور این حق را دارد و خلاص. شاید تماشابینان گرامی فکر کنید که شرکت تاجیک تلکوم از ثروتمندترین شرکت های تاجیکستان باشد، چون یگان رقیب ندارد. مونوپولیست است. خودش شاه تابش وزیر. اما این خیلی نیست. طبق آمار کمیته انداز تاجیک تلکوم بک صبور یکی از قرضداران بزرگ از انداز است. همگی 2 سال پیش قرض تاجیک تلکوم از کمیته انداز 35 میلیون سومانی مرادف 3.5 میلیون دلار آمریکایی بود. حالا این قرض خیلی افزایش یافته است.
بر علاوه این برای ترانزیت اینترنت و دیگر خدمترسانی ها تاجیک تلکوم بک صبور از افغان تلکوم، قرغیز تلکوم، ازبک تلکوم، چاینا تلکوم و قزاق تلکوم قرضدار است که جمع این قرض ها 4 میلیون دلار را تشکیل می دهند. تاجیک تلکوم و خدمات علاقه از به کجا رفتن درآمدهای تاجیک تلکوم تماما حسابات نمی دهند. هیچ کس نمی داند که این درآمدها به کجا می رود. چرا تاجیک تلکوم از انداز قرضدار است؟ ولی امکان دارد در صورت برنگردانیدن قرضهایش شرکت‌های در بالا ذکر شده اینترنت رسانی را به تاجیکستان قطع کنند و کشور در کلاپس اطلاعاتی قرار خواهد گرفت که تهدید به امنیت اطلاعاتی تاجیکستان است. تماشابینان گرامی، یادتان باشد شبکه علاقه NGN از پراستفاده ترین شبکه های علاقه صدایی وجود داشت که بیش از میلیون مشتری داشت و اساساً مهاجران از آن کار می گرفتند. زنگ زدن توسط این شبکه بسیار ارزان تمام می شد، چون نوابسته از مکانی بود و باش زنگ زننده مثل زنگ داخلی نرمگذار شده برای علاقه تنها بودن اینترنت کافی بود. اما خدمات علاقه تاجیکستان که رهبریش را بک صبوری برداشت دارد، نمایندگان همه شرکت های موبیلی و اینترنت رسان را جمع نموده اعلام کرد که آنها باید دسترسی به NGN را قطع کنند. دلیل این طلبش را خدمات علاقه به خطری امنیت کشور عنوان کرده بود. ولی هیچ گونه حجتی که در کدام اساس این کار انجام می شود و قرار کدام نهاد به خطری وجود دارد نشان نداد. وقتی شرکت ها این فرمان را قبول نکردند، بک صبور همچون جزا برای 5 روز زنگ ها از تلفن های موبیلی به تلفن های سیمی را بست که در نتیجه شرکت ها مجبور به قبول امر بک صبوری ماشین سویازدار با بیزنس شدند. بگنه بلا، بگنه دردسری ملت. شاید مشمش ها راست باشند و مسیح خداگی به آخر رسیده باشد و وقت جزیر شوی وزیر فرا رسیده باشد و ما هم از او خلاص شده باشیم. وگرنه این مسخره باز بیزنسمن یک به یک خون ملت را با همراهی پدر عروسی پسرش مکیدن میگیرد.